دادستانی کل تاجیکستان آلت رعایت و اجرای قانونگذاری زمین را در ناحیه فیض‌آباد مورد سنجش و تعلیل قرار داده است. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 18 اپریل خبر داد که سنجش در فعالیت مقامات اجرایی حکومت دولتی، اداره زمین، معماری، جماعت‌های شهرک و دهات و دیگر زمین استفاده برندگان ناحیه قانون ویرانکنی‌های زیادی را آشکار نمود. بر اساس حسابات دادستانی در نتیجه سنجش در ناحیه فیض‌آباد حالتهای غیر قانونی دادن و خرید و فروش 5 از 45 گکتار زمین به 57 نفر به مبلغ 28500 سومانی، 120,000 روبل روسی و 880 دلار آمریکایی آشکار شده. نسبت به شخصان گناهکار 2 پرونده جنایتی، 27 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز نموده. به 15 قرار غیر قانونی رئیس ناحیه اعتراض آورده برای به حالت اوله برگرداندن 0 از 75 قطعه زمین امر داده. مبلغ 28505 سومانی انداز زمین به بودجه دولت برقرار کرده شد. جدا نمودن زمین های کشاورزی برای ساختمان بنا و انشاءات وکالت حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یابد هم، اما رئیس ناحیه فیض‌آباد با قرارهای غیر قانونی خود از حساب زمین های تعیینات کشاورزی برای ساختمان هر گونه انشاءات به شخصان واقعی و حقوقی جدا کرده دادند. چنانچه طی سال 2019-2020 با 4 قرار ناحیه میدان 0 از 43 گکتار زمین های تعیینات کشاورزی غیر قانونی به 4 شهروند همچون زمین نزد اولگی داده شده است. با اعتراض آورده شده 4 قرار رئیس ناحیه بیکار و قطعه های زمین به حالت اوله برگردانیده شدند. رئیس ناحیه فیض‌آباد در دوره سالهای 2019-2020 با 3 قرار خود میدان 1 گکتار زمین های نقلیاتی ناحیه که به مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه تعلق داشت به 11 نفر و میدان 0 از 26 گکتار زمین های سالمگردانی که به شعبه دزینفکسیون پروفیلاکتیکی ناحیه تعلق داشت به 2 نفر به دیگر مقصد یعنی برای ساختمان منزل استقامتی غیر قانونی جدا کرده داده است. از طرف پروکراتور ژنرالی به قرارهای غیر قانونی رئیس ناحیه اعتراض آورده شد که قرارها بیکار و زمینها به مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد و شعبه دزینفکسیون پروفیلاکتیکی ناحیه برگردانیده شدند. حالتهای از جانب شخصان منصبدار مقامات اجرایی حکومت دولتی، کمیته اداره زمین و رهبران خواجگی‌های دهقانی با استفاده از وکالت‌های منصبیشان به خرید و فروش و تقسیمات غیر قانونی زمین‌های تعیینات کشاورزی دست زده نیز آشکار کرده شد. چنانچه سابق رئیس کمیته اداره زمین ناحیه فیض‌آباد اسنوف و دیگر اعضای کمیسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد با استفاده از وکالت‌های منصبیشان میدان 1 از 68 گکتار زمین‌های تعیینات کشاورزی، جماعت‌های دهاتی وشگرد، مهرآباد و به نام دوستمراد علیف ناحیه را به 27 نفر شهروندان غیر قانونی همچون زمین نزد اولگی جدا کرده دادند. یا خود رهبر خواجگی دهقانی بیدل ناحیه فیض‌آباد رحیموف در سطر جدول شهادتنامه قانونگردانی مال و ملک فرم کمپلکس ساختمانش ناتمام خریداری نمودهش مساحت عمومی قطعه زمین را که 5 از 50 گکتار تشکیل می‌داده است برای ساختکاری 15 از 50 گکتار نشان داده. سپس میدان 3 گکتار زمین تعیینات کشاورزی برای ساختکاری از خود نمودهش را به 33 نفر شهروندان غیر قانونی بر عوض 285,000 سومانی، 120,000 روبل روسی و 8800 دلار آمریکایی همچون زمین نزد اولگی تقسیم کرده فروخته است. نسبت اسنوف اعضای کمیسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد و رهبر شرکت بیدل رحیموف برای غیر قانونی دادن زمین قلابی و ساختکاری پرونده جنایتی آغاز گردیده. با تعیینات سود ناحیه فیض‌آباد از 28 فوریه سال 2022 نسبت اعضایان کمیسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد بنابر تلفات گردیدن ضرر رسانیده شده در اساس طلبات قسم 3 ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از سال 2016 تحت رقم 1355 پرونده جنایتی در استحصالات سود قطع کرده شده است. با حکم سود ناحیه فیض‌آباد از 16 دکامبر سال 2021 نسبت رهبر شرکت بیدل رحیموف جزا جریمه به اندازه 1660 نشان دهنده برای حساب‌ها برابر به 96280 سومانی تطبیق کرده شده است.